برداشت اول. سلام، من امین هستم. این چنل دارم درست میکنم برای خودم، بیشتر میکنم یه کاری کرده باشم، ولی قضیهش از اینجا شروع شد که داشتم فکر میکردم که روزگاش گذشت و اینا. حالا اینجوری بخوام صحبت کنم بگم سخته، بخوام خود موریتر بودم صحبت کنم راحت‌ترم. دیدید که ماها کلن یه شبایی میشه، حالا پیش رفیقامون یه ویدیویی میبینیم، یه چیزی میشینیم ما هم صحبت میکنیم که پس فردا یا مثلا بلنشیم بریم که یه کاری شروع کنم. از فردا مثلا من میشینم که برنامه هامو شروع کنم که مثلا یه افر بینم باشگاه، از فردا صبح زودتر بلند میشه، از فردا زودتر میخوام، از فردا فلان. و برای همین اسم این پادکست حالا یا این اسم این چنل رو گذاشتم از فردا. حالا احتمال زیاد که بیشترش پادکسته، من یه که ایده های دیگه بزنه مثلا از قضیه از فردا که ایده زیاد دارم. همین الان که گفتم ایده شد داشته باشم، همین الان ایده واسه خودم اومد خیلی همینجوری. ولی پادکستی که میخوام درست کنم بیشتر تو فضای اینه که خب خودم هم شاید کسی دیگه هم باشه، نمیدونم چجوری با پادکست درست کنم. اولین بار میخوام پادکست درست کنم بعد از این همه وقت که میخواستم دیگه، بالاخره اون فردا رسید. شاید هم نرسیده، الان مثل این ویدیو بیاد بیرون نیاد بیرون، شاید اون ویدیو بیاد بیرون مثلا بعدش دیگه پاک نمی دیگه چیزی دیگه نیاد. ولی در کل اینکه این ویدیو کلا این پادکست موضوع خاصی نداره، ولی خب من قراره چیزی یاد بگم به خاطر تولید محتوایی که بخوام بکنم، اطلاعاتی که شاید بیارم مثلا در روز بخوام با هم صحبت کنیم با هم. و اینکه شاید شما چیزی یاد گرفتید همونجوری که من دارم یاد میگیرم، شاید اصلا واسه مهم نبود ولی بکشیدون خورده باشه بخوره اون لحظه اینجوری ها. فعلا که همین اینه، ولی خب احتمال داره یه جا دیگه من فیلم های واسه از فردا رو اوکی کنم. امیدوارم خوب باشه.